درست بسیار خدای کنم ما قدرمن محترم زکوان کو ستړي مشي خراب لاس هله د شروع جوړ خو خو خوشاله سي قدرمن زکوان کو زوب الحق مساخان مو اساس پدرنا چو پړ کړم هله د چې د منګ د درسونو په وسره باندې تاسو وکولای شئ چې خپل ستونزو په پښتو کې حل کړئ. شاگردان نهایت عزیز شما را خوش آمدید میگیم به اولین جلسه درسی ما که عنوان درس ما شما در پښتو ژبه د الفبا طور یا حروف الفبای پښتو هست. امیدوار هستیم که با ارائه این ویدیوهایی که ما برای شما ارائه میکنیم شما بتونید که مشکلات خود در بخش پښتو حل کنید و شما بتونید که 14 یا 15 سوالی که در کانکور از پښتو میاد او را حل کنید و به رشته تحصیلی دلخواهتان کامیاب شوید. خب امروز اولین جلسه است بنابراین ما روی تهداب گرامر یا روی تهداب زبان که همون حروف الفباست با هم صحبت میکنیم. عنوان درس ما است پښتو ژبه د الفبا طور یعنی حروف الفبای زبان پښتو. در اینجا آمده عنوان که د پښتو ژبه د الفبا طور په ټولیزه توګه حروف الفبای زبان پښتو و طور مجموعی در مجموع در زبان پښتو شاگردان عزیز 40 تا حروف وجود دارد. البته این نظر جدید است که ارائه شده در قسمت مجموعه حروف الفبای پښتو ولیکن نظریات دیگر هم در قسمت مجموعه حروف الفبای پښتو وجود دارد. مثلا پوهان محمد صابر خیشکی در کتاب فونولوژی و مورفولوژی که معمولا در سمستر اول 15 ژورنالیسم تدریس میشه اونجا میگه که 36 تا حروف است و همین ترتیب سید خلارختین در کتاب ژان پوان گفته 30 تا حروف است. منتها زیاد مهم نیست که مجموعه حروف چند است چون اجماع وجود نداره، اما در بحث کانکور بیشتر همین 40 تا حروف در اکثر کتاب ها و گرامرها ذکر شده که این 40 تا حروف ما سر تخته بر شما نوت کنیم با هم را میخوانیم و به تلفظش دقت میکنیم. الف ب پ ت ق څ ج چ ځ څ ح خ دال دال زال ر ر ز ژ گ سین شین خین صاد ضاد توی زوی عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون نرن واو ه و یا. این مجموعه حروف الفبای زبان پښتو هست. عنوان بعدی ما شما د پښتو ژبه سوچه توری یعنی حروف سوچه یا خاص زبان پښتو. این عنوان چه مفهوم ifade میکنه؟ این عنوان به این معنی است که حروف خاص پښتو وقتی ما شما میگیم به این معنی که امی حروف مختص به زبان پښتو است. یعنی این حروف نه از لحاظ شکل و نه از لحاظ تلفظ در زبانهای دیگر وجود ندارد که از مجموعه 40 تا حروف 8 تا حروف خاص پښتو هست که 8 تا حروف عبارت از ناست. با تلفظ اونا دقت کنین. اولش است ت ت ت ت ت ت ز ز ز دال 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 ر ر ر. طریق تلفظش زبان بالا خواهد میکنیم بعد ایره ادا میکنیم. بعدیش است گ که البته درجه قندهار ایره ژ هم تلفظ میکنن. گ گ گ. دیگه هست خین که در لهجه قندهاری ایره ش تلفظ میکنن. خین 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 و آخرین حرف از نون که سنگین تر است چی تلفظ بشه؟ نرن نرن نرن. برعکس اگر تلفظ میکنیم نرن خین گ ر دال ز څ و ت. خب این مجموعه حروف خاص زبان پښتو است. بعد 10 تا حروف دیگه از مجموعه 40 تا حروف از زبان عربی در زبان پښتو اومده و مجموعه حروف الفبای پښتو را تکمیل ساخته. چرا این کار شده؟ چون زبان پښتو رسم الخط زبان عربی را از آن خود کرده بنابراین تحت تاثیر زبان عربی هست. یک 10 تا حروف عبارت است از څ ح زال صاد ضاد توی زوی عین ف و قاف. و بعد 4 تا حروف خاص زبان دری فارسی هم در زبان پښتو آمده و زبان پښتو را چی کرده؟ تکمیل کرده که این 4 تا حروف کدام تا حروف است؟ 4 تا حروف خاص زبان فارسی دری عبارت از پ چ ژ و گاف است. خب اما 18 دانه حروف دیگه باقی میمونه از مجموعه 40 تا حروف که او حروف مشترک هستند. حروف مشترک یا گچ توری به چی معنی است؟ به این معنی است که این در بین زبان‌های مختلف به غیر از زبان پښتو، فارسی و عربی که مشترک هستند. بر علاوه از اینا در بین یک تعداد زبان‌های دیگه هم مشترک هستند. یا از لحاظ فونیمیک یعنی صدا و یا هم از لحاظ گرافیمیک. در بعضی زبان‌ها از لحاظ فونتیک و گرافیمیک با هم چه هستند؟ مشترک هستند. خب فونیم و گرافیم چی هستند؟ اول اینو بدانید. ببینید یکی ما شما داریم فونیم مساوی است با همون صدا یا به حساب ساده ما میگیم صوت. درسته؟
و یکی دیگه ما چی داریم؟ گرافیم داریم. گرافیم چی است؟ گرافیم که است شکل صدا است. شکل صدا یا به اصطلاح ما و شما حرف یعنی گرافیم میشه و صدای حرف که ما تلفظ میکنیم چی است؟ فونیم است. به طور مثال این یک حرف است یا به اصطلاح صدایش که وقتی ما و شما بیرون میکشیم صدایش تلفظ میکنیم صدای از میشه فونیم، اما شکلی را که در اینجا رسم کردیم به این شکل چی میشه؟ گرافیم میشه. خب وقتی ما مشترک گفتیم از لحاظ فونیم گرافیم چی گونه است؟ مثلا در مجموعه از این حروف ما البته وقتی تقسیم بندی کردیم که 8 تا از خود پشتو است، 10 تا مزرعی میاد، 4 تا از زبان فارسی داری. اما در بین این مجموعه حروف که است در اینجا تی وجود نداره، درست است؟ در مجموعه حروف است اما در بین از اونها نیست، یعنی در بین 18 حروف باقی مانده است. تی در زبان فارسی و در زبان عربی و اردو و پشتو هم از لحاظ فونتیک یعنی صدا یا تلفظ و هم از لحاظ گرافیک مشترک است. یعنی شما در عربی، در فارسی و در اردو هم به این شکل نوشته میکنید، اما بین زبان پشتو و زبان انگلیسی تنها از لحاظ فونیمیک یعنی صدا مشترک هستند اما از لحاظ گرافیک مشترک نیست. چرا؟ چون گرافش در زبان پشتو به این شکل اما گراف یا شکلی در زبان انگلیسی به این شکل است. شاگردان عزیز این بود مجموعه حروف الفبای پشتو. امیدوار هستیم که شما را یاد گرفته باشید. در جلسه بعدی روی حروف صدادار و حروف بی صدا صحبت خواهیم کرد. موفق و کامگار باشید.